نوای نی، برنامه شماره 19. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و رفعتی تنظیم شده. صدا بردار غلامرضا ملکوتی. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام آن حقیقت بیچون که فرمانروای مطلق ملک آفرینش است و روشنی بخش چراغ درایت و بینش، و درود نامحدود بر همه برگزیدگان و رسولان راستین او که از ماسوای حق رشته انس و الفت گسسته و از دامگه پرفریب جاه و مقام رستند. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. ما در طی این سلسله از گفتارها بران بوده ایم که برخی از آفات و بیماری‌های روان آدمی را هرچند به صورت اجمال شناسایی کنیم و با استمداد از انفاس قدسی مولانا طریقه درمان آن را نیز باز نماییم. و امروز نیز سر آن داریم که یکی دیگر از این امراض را باز شناسیم و به اشارت در پیرامون آن سخن گوییم. و آن آفت حب جاه است که از مهلکترین و خطرناکترین بیماری هاست و عظیمترین دامی است که ابلیس به مدد آن شیفتگان جاه و منصب را صید کرده و سرانجام کارشان را به سیه روزی و تباهی می‌کشاند. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به که از این گریبه سبکبار بگذری. حب جاه و تعلق و دلبستگی به مقام بزرگترین بیماری روان آدمی است. هرگاه این آفت بر فکر و اندیشه صاحب جاهی چیره شد، او را به درکات شقاوت و سیه روزی سرنگون ساخت. باید دانست که مقام و منصب عقبه است بس صعب و لغزشگاهی است بس خطرناک. شیر مردی آهنین عزم و آزادهی وارسته و دریادل می‌خواهد که از این ورطه جان به سلامت برد. آنچه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران.
چه بسیار نفوس مهذب و جانهای پاکی که ره سپر طریق صلاح و سداد بودند. اما آنگاه که بر اریکه قدرت و مسند حکومت تکیه زدند، لمعان و درخشندگی مقام چشم عبرتبینشان را خیره ساخت و سراب رهزن جاه و منصب آنان را در وادی غرور و استکبار به هلاکت رسانید و داغ ننگ و بدنامی بر جبین حالشان تا ابد باقی ماند. هین مرو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نی سوی باغ. گر روی رو در پی عنقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. جاه و مقام را خاصیتی چونان شراب است، چنانکه راز درون میخوارگان بعد از نوشیدن خمر آشکارا می شود. ماهیت صاحبان جاه و مقام نیز آنگاه پدیدار می گردد که مرتبه و منصبی را احراز کنند و کسان را تا به محک آزمون و تجربت عیار بر نگیرند، سره از ناسره و قلب از خالص باز شناخته نمی شود. ای قدیم رازدان ذوالمنن، در ره تو عاجزیم و ممتحن. این دل سرگشته را تدبیر بخش، وین کمانهای دوتو را تیر بخش. جرعه‌ای برریختی زان خفیه جام، بر زمین خاک من کاس الکرام. جوش کرد آن خاک و ما از آن خوشیم، جرعه‌ای دیگر که بس بی کوششیم. ای قدیم رازدان ذوالمنن، در ره تو عاجزیم و
تدبیر بخشا. این دل سرگشته را تدبیر بخش، وین کمانهای دو تو را تیر بخشا. حبیب جرعی الریخی زن خفی بر زمین خاک من کاسه کرا بر زمین خاک من کاسه کرا. جوش گردون خاکا ما از آن خوشی، جرعه دیگر که بس بی کوششی، جرعه دیگر که بس بی کوششی. مولانا از این راز شگرف و این لطیفه عمیق و ژرف در داستان آن مارگیر اژدهای افسرده را مرده پنداشته بود پرده برداشته و با بیان بدیع و دلکش صورت حال دلباختگان جاه و مقام را در طی این داستان باز می نماید و شرح می کند که چگونه نفس رهزن رنگامیز آدمی را مفتون جلوه های عاری از حقیقت ساخته او را به ضلالت می کشد. خوشتران است که شرح داستان را از او بشنوید.
مارگیری رفت اندر کوه سار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. او همی جستی یکی مار شگرف، گرد کوهستان و در ایام برف. اژدهایی مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مردی مارافسا که پیشش مارگیری بود، به عزم گرفتن مار در فصل زمستان به کوهستان می رود. قضا را در میان برف کوهسار، اژدهای مرده را می یابد. از هیبت آن جانور بر خود می لرزد. اما بران می شود که آن اژدها را جهت تماشای خلق به شهر آورد. مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بهر شگفت. کاژدهای مرده ای آوردم، در شکارش من جگرها خوردم. مارافسای گول و ساده دل که از پی کسب روزی تن به چنین رنجی داده بود، اژدهای مرده را به بغداد می آورد تا با عرضه کردنش بر خلق مال و خواسته فراچنگ آورد، غافل از اینکه آن جانور زنده است. او همی مرده گمان بردش، ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. روز سرماها و برف افسرده بود، زنده بود اما به شکل مرده بود. مارگیر نگون بخت تیر روز جانور را در زیر تابش خورشید سوزان عراق بر تماشایان عرضه کرد. خلقی انبوه بر او گرد آمده تماشا را آماده شدند. مرد از زن بی خبر از ازدحام، رفته در هم چون قیامت خاص و عام. اژدها که از زمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اجزای او اخلاط سرد. در زیر اشعه گرم و لهیب خورشید، اژدهای افسرده جنبیدن آغاز کرد. با حرکتی برقآسا بندها و رشته ها را از هم گسست. چون از قید رسنها رهید، قصد مارافسای کرد و او را که حیرت زده بر جای مانده بود، در یک دم چونان لقمه در کام خویش فرو برد. بندها بگسست و بیرون شد ز زیر، اژدهای زشت قران همچو شیر. اژدها یک لقمه کرد آن گیج را، سهل باشد خونخوری حجیج را. سپس مولانا به نتیجه پرداخته گوید چنین است صورت حال آن تیره بختان و سیه روزانی که از سر خام طبعی سخره نفس سرکش نیرنگ باز می شوند و فریب رنگامیزی های این غول رهزن را می خورند و نمی دانند که این اژدهای آدم خار طعمه جو پیوسته مترصد است تا مجال و فرصتی به دست آرد و آدمی را در کام تیر روزی ها و تباهی ها فرو برد. آری، نفس تابی و سرکش پیوسته در کمین آدمی است و همواره بخلص و گریزگاهی می جولد تا از متابعت و پیروی عقل و اراده سرباز زند و از طریق فوز و فلاح روی نتابد. و اگر روزی چند به ظاهر اظهار انقیاد می کند، نه از راه تسلیم و رضاست که او را اسباب و ابزار طغیان فراچنگ نیست و از غم بی آلتی دچار افسردگی گشته است. آری، توسن سرکش نفس در پی فرصت و مجال است و در پی کسب اسباب و علل تا انان از دست راکب باز ستاند و طغیان آغاز کند و سوار سیه روز خود را به درکات شقاوت سرنگون سازد. و بهترین
و مساعدترین زمینه برای سرکشی نفس حب جاه و مقام است. تاریخ بشریت صحنه تجلی و عرصه بروز جاه طلبی ها و غرورها و استکبارهای صاحبان مقامات و مناصب است. و این از آن روست که اینان حس تملک بر نفس نداشته و عظمت و قدرت ذات باری تعالی را نادیده گرفته و مقام و مرتبه انسانیت را نشناختند. خویشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خویشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خویش را بر دلق دوخت. از فزونی آمد و شد در کمین خویشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خویش را بر دلق دوخت. یا اکثر قدرتمندان جهان و صاحبان جاه و مقام دچار غرور و خودپسندی شده، بر خداوند طغیان نموده، از طریق عدل و انصاف روی برتافتند، مگر آنان که مؤید به تأیید ربانی و موفق به توفیق سبحانی بودند. اینان در پرتو فیض الهی و بارقه نور غیب به راه مستقیم رفته از انحراف مصون ماندند. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام ملک عشق بی زوال. آنگاه مولانا بعد از این هشدار راه علاج باز می نماید و اندرز می دهد که نفس سرکش را همواره با تازیانه سعی و مجاهدت توبیخ کن و هرگز بدو مجال و فرصت خود نمایی مده و پیوسته ناظر و نگران عزت و جلال ذات کبریای حضرت حق باش تا عجب و خودپسندی بر تو چیره نشود و دیوت از ره نبرد. اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. امام علی در فرمان خویش به مالک فرماید: مالکا، هرگاه جلال و جبروت و حکومت و زرق و برق سلطنت برای تو غرور و خودپسندی آورد، به عظمت و کبریای پروردگار بنگر که این نگریستن کبر و سرکشی را در تو فرو می نشاند. زنهار که در بزرگی و عظمت خود را با خدا برابر ننمایی، بدان که او بینی متکبران و جباران را به خاک مذلت می مالد. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند.
ای خنک چشمی که او گریان اوست، ای همایون دل که او بریان اوست. آره، آنان که دیده دلشان به نور معرفت و یقین منور گشته و جانشان در پرتو اشراق غیب روشنی یافته است، در دار هستی جز ذات لایزال حضرت حق به هیچ چیز ننگرند و در کل وجود جز او مؤثری نشناسند و همه قدرتها را در جنب حول و قوه او حباب و سراب دانند. و تو ای عزیز همکنون میتوانی یکی از بارزترین مصادیق چنین کسان را در کسوت ابراهیم زمان، امام موحدمان، باز بینی، همون که چونان خلیل از آتش آزمون الهی خالص و ناب برآمده و همه بت‌های بیرون و درون را در هم شکسته است. شرح این هجران و این خون جگرایدا این زمان بگذار تو وقت با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم.